به نام الله یکتا بی همتا سلام تقدیم می‌کنم خدمت همه شما دوستان عزیزی که همکنون بیننده برنامه خودتان هستید. برنامه جوانه هست و در نیم ساعت از برنامه من در خدمت شما دوستان عزیز هستم. حال بخش نخست برنامه یعنی بخش فرهنگ است که این بار خواستیم در بخش فرهنگ استفاده از ورزش انتخاب کنیم. حالا میریم اول نظریات مردم در مورد این فرهنگ می‌بینیم و می‌شنویم و در ادامه برنامه ما همراه باشید. ورزش صحت است، به صحت بسیار فایده داره و چون که مثلا عقل سالم در بدن سالم است ما باید ورزش کنیم. اما بعضی اشخاصی که از ورزش سوء استفاده میکنن او کار خوب نیست و باید این کار نکنه. ورزش صحت، ورزش کسی ورزش میکنه قدرتمند میباشد. ورزش یک نیروی فوق العاده بسیار مهم است. کسی که ورزش میکنه در هر مریضی بسیار صحتمند میباشد. باید هر انسان باید در هر روز متواتر 1 ساعت یا 2 ساعت ورزش کنه. ورزش ضامن صحت و سلامتی انسان ها میباشه. ورزش برای سلامتی بدن است. از طریق ورزش مردم میتونه اختلافات خود در سطح جوان حل کنه و بعضی دوستای ما هستن که از طریق ورزش از ورزش سوء استفاده میکنه و این کار خوبی نیست. ورزش پیام‌آور صلح است. ورزش ضامن صحت است. کسی که ورزش میکنه همیشه صحتمند میباشه و از تمام جوانان خواهش میکنم که همیشه ورزشکار باشن و با مردم رویه نیک کنن و اخلاق ورزشی داشته باشن. ورزش یک ضامن سلامتی است. ورزش باید همه جوانان ورزش کنن تا صحتمند باشن. کسی که از ورزش سوء استفاده میکنه بد اخلاقی میکنه اصلا ورزشکار نیست. فرضاً جنگ میکنه، پالوان از پالوانی خود از زورمند میگیره، جنگ میکنه، بسیار یک اخلاق بد است. در ارتباط ورزش قسمی که همه میفهمه در صحت آدم بسیار موثر است و قرار باشه یعنی ورزش در ماهیت خود خیلی قشنگ است، خیلی مهم است، خیلی مفید. اما این برمیگرده به استفاده کردن آدم ها چه قسم از این استفاده میکنه. چون خود ورزش که است به خاطر صحت است، یعنی هر کس ورزش بکنه صحت سلامتیش خوب است و به هر چیز دیگه که در به وجودش نیاز داره برای آنها انرژی های مختلف چی میکنه. اما یک تعداد از اشخاصی که سوء استفاده میکنه یا به عنوان قدرت یا به عنوان یک وسیله است ورزش استفاده میکنه، این نقص خود ورزش نیست، این نقص مو چگونگی استفاده کردن افراد است در قبال ورزش. بعضی از جوانان هستن که ورزش میکنن و از ورزش خود سوء استفاده میکنن و همیشه با مردم قسمی که باید برخورد کنن برخورد نمیکنن و همیشه بالای کسی که مثلا یک ذره ورزش نمیکنن زور میگوین و خواهش میکنم از اونها که همیشه رویه نیک کنه با مردم و از ورزش خود سوء استفاده نکنن و کسایی که ورزش میکنه باید از ورزش سوء استفاده نکنن. ورزش بسیار خوب است برای سلامتی، برای رشد حافظه. وقتی ما ورزش میکنیم تمام سلول های بدن ما به حرکت و جنبش در میآیند و بسیار خوب است که ما ورزش کنیم و بتونیم تا تمام سیستم بدن خود به حرکت در بیاریم، به فعالیت در بیاریم و تمام کارهایی که ما روزانه انجام میدیم خودش یک نمونه از ورزش است و ورزش به هر صورت بسیار خوب است. خب دوستان عزیز با هم یک نظریات مردم در مورد فرهنگ استفاده از ورزش دیدیم. دوستان طوری که میفهمیم بعضی از کسایی که ورزش میکنن، بعضی ها البته همه‌شان نه، از ورزش خود سوء استفاده میکنن، یعنی بعضی جاها زورآزمایی میکنن که به نظر من این کار پسندیده نیست. به خاطر ما هر کاری را که انجام میدیم یا یاد میگیریم باید از جنبه‌های مثبت از او استفاده کنیم، نه اینکه زورآزمایی کنیم و او ورزش یا چیزی که از ما استفاده میکنیم او را به شکل خراب یا زشت به مردم نشان بدیم. ورزش که یک پدیده صلح‌آمیز میتونیم بگوییم هست، پس بهتر است به عنوان یک پدیده صلح‌آمیز از او استفاده هم کنیم، نه به خاطر جنگ و جدال. حال دوستان عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم و در ادامه برنامه بخش دوم برنامه رو فراموش نکنید. سلام
مجدد تقدیم می‌کنیم خدمت شما دوستان عزیزی که همکنون بیننده برنامه خودتان هستین. بخش دوم برنامه یعنی بخش چهره نو است. جوان یا نوجوان موفقی را میتونم بگیم که در کنار خود دارم بهاره جان حیدری هستن که در رشته ورزشی یعنی در رشته ژیمناستیک کار میکنن. حال برشان سلام خود تقدیم میکنم و در ادامه صحبت‌های خود همراهشان ادامه میدیم. سلام بهاره جان، خوش آمدید. تشکر، زنده باشه. سلام به شما، به تلویزیون آرزو. خوشحال شدم که دعوتم کردید. بهاره حیدری هستم، یک تن از ورزشکاران در رشته ژیمناستیک و در پهلوی والیبال و تکواندو تمرین دارم. خب میشه اول در مورد فعالیت‌هایتون بر ما معلومات بدین؟ خب فعالیت‌های ما رشته ورزشی ژیمناستیک است که از سال یعنی از 15 سالگی شروع کردم. مدت 4 سال میشه در حال تمرین هستم و در پهلوی والیبال. یعنی عموما ورزش میکنین دیگه، فعالیتتان همی است. مکتب به اتمام رساندین یعنی؟ بله، مکتب تمام کردم و پانتون تربیت بدنی هم میخوام. خب میشه بگین که چه رشته رو انتخاب کردین؟ در بین همه رشته ها رشته ورزش انتخاب کردین و میخواین در این رشته پیش برین؟ خب ژیمناستیک یک ورزشی است که یعنی گفتم میتونیم که مادری از ورزش هاست و یک حرکت های جذاب و دینامی داره. به خاطر دوست دارم رشته رو پیش ببرم. چرا خواستین در بین ورزش ها این ورزش انتخاب کنین؟ به خاطر گفتین که یک رشته جذاب. خب اگر ورزش انتخاب نمیکنین کدام ورزش انتخاب میکنین؟ کدام رشته انتخاب میکنین؟ خب والیبال هم گفتم میتونم که رشته من است. خب غیر از ورزش کدام رشته؟ خب غیر از ورزش چون ورزش رو دوست دارم. خب حضور بانوان در این ورزش در این رشته چه قسم است؟ حضور بانوان در رشته ژیمناستیک بسیار کم است. یعنی گفتم میتونیم که از 100% شاید 10%ش در رشته ژیمناستیک رو آورده باشه، اما به خاطر همین وضعیت افغانستان یعنی مساعد برای زنان نساخته که همین ورزش ژیمناستیک رو پیش ببره. آیا در رشته والیبال تکواندو هم همون قسم است یا در رشته؟ خب بازم در رشته زیادتر است، اما در رشته ژیمناستیک کمتر است و از تمام خانواده‌های عزیز خود می‌خوایم که اطفال خود را تشویق کنه، مخصوصا از خردی در این رشته رو بیاورد. از وقتی که ورزش میکنین در زندگیتون چه تغییرات آمده؟ واقعا تغییرات بسیار زیاد آمده، یعنی باعث شادابی، باعث خوشی در زندگی و لذت زندگی رو برام زیادتر ساخته. روزانه چند ساعت ورزش میکنین؟ روزانه روزهای تاق ژیمناستیک، روزهای جفتم والیبال. یعنی خب آیا این دو رشته‌ای که شما کار میکنین کدام شباهتی هم به هم داره، یعنی طرز بازی و انجامش که انجام میدین؟ بله شباهت داره، چرا که ژیمناستیک گفتیم که رشته مادری از رشته هاست. وقتی که ژیمناستیک رو پیش ببری یعنی میتونی دیگر رشته رو خوبتر یعنی درست پیش ببری. وقتی که والیبال میکنین چند مسابقه دادین و چند برد داشتین در حصه بازی والیبال؟ والیبال جز از تیم ملی هستم و ژیمناستیکم. والیبال مسابقات زیاد دادیم داخلی، اما خارجی تا هنوز زمینه مساعد نشده که به کشورهای خارج سفر کنیم. داخلی زیاد دادیم، مقام دومم گرفتیم که در کلب الزهرا بودیم و حالا تیم ملی والیبال هستم و همچنان در کلب شهرداری هم تمرین دارم. خب دوستای جمع بر شما تقدیرنامه ها و مدال های بهاره جان نشان میدم، خودشان در مورد از او برای ما معلومات میده در کدام مسابقه بعد دست آوردن. اول در مورد از بر ما بگوین. خب یکی از تقدیرنامه ژیمناستیک است که بار اول بود در مسابقات ژیمناستیک شرکت کرده بودم، مقام اول گرفتم در کلاس 5. در مورد از این هم بگوین. یم بازم مسابقه ژیمناستیک است که بین کلب های کابل برگزار شده بود، در مقام اول یعنی مدال طلا را گرفتم. خب خوب است، مدالایش هم اینجا هست، باز دوستا براتون باید نشان میدم. اول تقدیرنامه هایشونه، در مورد از بگوین. خب یک مسابقه بین مکتبا بود که در وقت در مکتب بودم و مسابقات برگزار شده بود و در مکتب مقام دوم گرفته بود. خب این هم بگوین. یا مسابقه تکواندو است که در پهلوی ژیمناستیک و والیبال رشته تکواندو هم کم و بیش پیش میبرد. خب خوب است، در هر رشته دسترسی داریم. دو سال مدالایش هم به شما نشان میدم، اونا بر ما در موردش معلومات میدن. در مورد از این مدالتون بگوین. این مدالی است از والیبال که مقام دوم گرفته بودیم بین کلاب های مدالی است کابل. که از بازی والیبال بعد از آوردین. خب دیگه خب در مورد از این مدال هم بر ما بگوین. خب این مدال ژیمناستیک است که گفتم
بار دوم بین کلاب‌های شهر کابل برگزار شده بود، مقام اول گرفتم. خب واقعا خاطره خوشم مدی داشت. خب میشه اول خاطره خوشتون حال بر ما بگید. خب از اینکه همین یعنی مقام گرفتین همین خاطره خوشتون بود؟ بله خیلی، یعنی بین کسایی بود که واقعا یاد داشتن، یعنی بین پسرام برگزار شده بود، بین دخترام، یعنی سطح مسابقه بالا بود. در مورد از این مدالی است که مقام دوم گرفته بودم و مدال نقره است، در بین کلاب‌های تکواندو در کابل برگزار شده بود. بله. خب دوستای چه مدالایشان زیاد است. حال برمیگردیم به سوالا. میشه بگوین که چطور علاقه‌مند شدین که در ژیمناستیک و والیبال و تکواندو یعنی در بخش رشته‌های ورزشی کار کنین؟ خب از طفولیتم علاقه داشتم، اما اونقدر زیاد نه. وقتی که آمدم در مکتب بازی‌های والیبال مکتب دیدم، واقعا در والیبال علاقه‌مندی زیاد نشان دادم. بعد از اون رفتم در کلاب‌های خصوصی تمرین کردم. خب علاقه‌مندیم زیاد شد تا هدف من این شد که باید یک والیبالر و یک ژیمناستیکار خانم در افغانستان باشم. بله. در مورد پلن‌های آینده تان بر ما معلومات بدین که می‌خواین مثلا با کدام کشورها مسابقه داشته باشین و می‌خواین آیا با کسایی که مثلا در خود افغانستان هستن با کدام تیم‌ها دیگه مسابقه بتین، یعنی مسابقات آینده تان در موردش بگین. خب هدف من است که بتونم بهترین ورزشکار در افغانستان و در بین مردم خود مدال‌های زیادی را برای افغانستان کشور خود بیارم و تقاضای من از دولت مردان بزرگی است که باید زمینه را برای خانم ها و مخصوصا ورزشکارانی که هدف بسیار بزرگ دارند باید زمینه را مساعد بسازند، چرا که اینا بتواند به می هدف خود برسد و به وطن خود افتخار بیارد. آیا وقتی که شما خواستین که برشته ورزشی رو بیارین، یعنی با فامیلتان گفتین با کدام ممانعت هم برخوردار شدین؟ یعنی؟ خب چون شرایط افغانستان در اوایل با ما کمی مشکل داشت، اما بعداً وقتی که لیاقت ما را دید و علاقمندی ما را نسبت به ورزش دید، خب مشکل اونا کمتر شد. پس حالا در خانواده شما رو کی زیاد تشویق میکنه؟ در خانواده مادرم، برادر بزرگم خیلی دوست داره یک ورزشکار باشه. آیا در خانه شما غیر از که خودتان ورزش میکنین کس دیگه هم هست که ورزش رو آورده باشه؟ نه خیر، تانوف نه. پس امید که شما اونا رو تشویق کنید تا اونا هم به ورزش رو بیارن. اگر کدام پیام برای جوانان و نوجوانان که بیننده برنامه ما هستن دارید میتونید بگید؟ خب پیام است که تمام اطفال، تمام نوجوانان باید به ورزش رو بیارن، مخصوصا به رشته ژیمناستیک و والیبال که بهترین رشته برای من است. خب تشکر از اینکه به برنامه ما تشریف آوردید. تشکر شما که دعوت ما کردید. خب دوستا با هم میریم حال یک کلیپ کوتاه از روند جریانات تمرین بهاره جان است با هم میبینیم و در ادامه برنامه یک وقفه کوتاه میگیم. بخشتون برای من فراموش نکنید. دوستان عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگم. حال بخش سوم برنامه است، یعنی بخش کره خاکی است. این بار خواستیم که یکی از بهترین شهر استرالیا که یعنی شهر سیدنی هست و شما دوستای عزیز به معرفی بگیریم. حال میریم یک جا معلومات بیشتر روی تصویر میبینیم و در ادامه برنامه من همراه باشید.
سیدنی بزرگترین و قدیمی ترین شهر استرالیا و پایتخت ویلیز جنوبی یا نیو ساوت ویلیز است. سیدنی نماد کشور استرالیا است. شهری از با جذابیت‌های بیشمار که 218 سال از زمان تأسیس آن می‌گذرد. این شهر در جنوب شرقی استرالیا واقع شده. اولین مکانی است که بیشترین میزان جهانگرد در ورود به استرالیا در آن پا می‌گذارند. سیدنی سرشار از تنوع است. ساکنان آن 4 میلیون شهروندی هستند که عمدتاً از پیشینه مختلف قومی، نژادی و فرهنگی برخوردارند. در هر گوشه از سیدنی میتوان رد پای از فرهنگ‌های گوناگون را مشاهده کرد که در کنار جذبه‌های طبیعی، مراکز تفریحی، پارک‌های محلی و حفاظت شده، موزیم‌ها و گالری‌های هنری باعث شهرت جهانی این شهر شده است. شهر سیدنی بسیار گسترده و بزرگ است و شامل 700 محله می شود. در طول زمان به تدریج هر یک از این محله ها مکان تجمع مهاجرین کشور خاص شده است. اپرا هاوس سیدنی از 5 سالن تشکیل شده که قادر است اجراهای گوناگونی را برگزار کند. این مکان جایگاه اصلی ارکستر سمفونی سیدنی و انجمن اپرای استرالیا است و از نظر کثرت برنامه‌های هنری 30مین گروه اپرای جهان است. مشهورترین سالن‌های آن عبارتند از تالار شهرداری سیدنی، تالار تکنوازی شهر، تئاتر کشور و تئاتر وارد می‌باشد. خب دوستان عزیز، با هم یک جا شهر سیدنی را معرفیش دیدیم. امید که به معلومات شما اضافه شده باشه. حال دیگه وقت خداحافظی هست. شما رو به خداوند یک تا به همتا میسپارم. عصر خوب و خوش را داشته باشین. خداحافظ.